در جهانی که قصه ها با روزگاری آغاز می شوند و با خوش و خرم تا پایان عمر پایان می یابند، کمتر کسی به خود زحمت می دهد پرده پشت این نمایش رنگارنگ را کنار بزند. ما با دیزنی بزرگ شدیم، با خنده های میکی ماوس، با اشک های سندرلا، با شیرشا و دنیایی که همه چیزش بوی جادو می دهد. اما برخی می گویند این جادو همیشه بر بستری روشن بنا نشده است. با ما همراه شوید تا در ورای دیوارهای قصر دیزنی قدم بزنیم، جایی که واقعیت چهره پیچیده تری دارد. در تاریخ صنعت سرگرمی نامی پرآوازه می درخشد: والت دیزنی، مردی که با ذهنی خلاق و نگاهی رویاپرداز جهانی از قصه ها را ساخت. اما همانطور که هر نوری سایه‌ای می سازد، شخصیت های بزرگ هم جنبه های پنهان دارند. برخی پژوهشگران و نویسندگان در سالهای گذشته از ابعاد کمتر شناخته شده ای از زندگی دیزنی سخن گفتند، از جمله ارتباطش با نهادهای چون FBI یا دیدگاه‌هایی که در زمان خود عادی تلقین می‌شد اما امروز زیر ذره‌بین نقد قرار دارند. در گزارش‌هایی از جلسات با ماموران فدرال یا نگاه‌های محافظه‌کارانه‌اش به هنر صحبت شده است. البته بسیاری معتقدند این موارد را باید در بستر تاریخی آن دوران سنجید. زمانی که آمریکا با موجی از تنش‌های سیاسی، جنگ جهانی و بحران‌های فرهنگی روبرو بود. آیا دیزنی صرفاً محصول زمانه خود بود یا آگاهانه مسیر خاص را برگزید؟ پاسخ شاید هرگز روشن نباشد، اما پرسیدن آن ما را به درک کاملتری از چهره‌هایی می‌برد که کودکیمان را شکل داده‌اند. وقتی کودکیت را با فیلم‌های کارتونی می‌گذرانی، متوجه نمی‌شوی نگاه‌های فرهنگی و اجتماعی چگونه در ناخودآگاهت ریشه می‌دوانند. اما حالا با نگاهی به گذشته، برخی آثار کلاسیک دیزنی محل بحث و بررسی شده‌اند. برای مثال در دامبو حضور کلاغ‌های با لهجه خاص، یا در پیتر پن تصویرسازی از بومیان آمریکایی، اینها در سالهای اخیر از سوی منتقدان به عنوان بازتاب دیدگاه‌های نژادپرستانه زمانه تحلیل شده‌اند. همچنین فیلم‌های مثل آواز جنوب در برخی کشورها به دلیل محتوای بحث برانگیز دیگر منتشر نمی‌شوند. دیزنی در سالهای اخیر بارها تلاش کرده این نگاه‌ها را اصلاح کند. هشدارهای محتوایی در آغاز فیلم‌ها، با سازی آثار با نگاه مدرن‌تر و تولید انیمیشن‌های با تنوع فرهنگی بیشتر بخشی از این تلاش هاست. اما گذشته همیشه رد پایی از خود به جا می‌گذارد. قصه های دیزنی به ظاهر برای کودکانند، اما در گذر زمان برخی مخاطبان کنجکاو به جستجوی لایه‌های پنهان‌تر پرداختند. در برخی محافل درباره نمادها و صحنه‌هایی از انیمیشن‌ها صحبت شده که محل تفسیر بودند. از نوشته مبهم در آسمان شب شیرشا گرفته تا طراحی‌هایی در پری دریایی یا دیالوگ‌هایی در علایالدین که برخی معتقدند دارای معانی دوگانه اند. در بیشتر موارد سازندگان این موارد را یا تصادفی دانسته‌اند یا رد کرده‌اند. با این حال، این مباحث همچنان در فضای مجازی جریان دارد. آیا همه اینها تصادفی اند؟ شاید بله، شاید هم نه. اما بی تردید باعث شده مخاطب با چشمی دقیق‌تر به آثار کودکانه نگاه کند. دیزنی امروز یک شرکت تولید انیمیشن نیست، بلکه یک امپراتوری رسانه‌ای جهانی است.
مالکیت بر مارول، پیکسار، لوکاس فیلم، نشنال جیوگرافیک و فاکس قرن 20 تنها بخشی از این قلمرو عظیم است. این قدرت فرصت بی‌نظیر برای خلق فرهنگ جهانی ایجاد کرده و در حین حال نگرانی‌های هم به وجود آورده است. برخی معتقدند با چنین گستره‌ای از مالکیت، دیزنی می‌تواند بر شکلگیری روایت‌ها در رسانه‌های مختلف تأثیرگذار باشد. منتقدان این قدرت را نوعی انحصار فرهنگی می‌دانند. طرفداران اما می‌گویند این انسجام باعث افزایش کیفیت تولیدات شده. شاید پاسخ مطلقی در کار نباشد، اما این پرسش‌ها همچنان در ذهن باقی می‌مانند. در پس چهره‌های خندان شخصیت‌های پارک‌های دیزنی، انسان‌های ایستاده‌اند که گاه از شرایط کاری خود گلایه کرده‌اند. گزارش‌های در رسانه‌ها منتشر شده که به فشار کاری بالا، دستمزدهای پایین یا محدودیت‌های شدید اشاره دارند. در برخی موارد، کارکنان سابق از محیط‌های خسته کننده و خالی از خلاقیت صحبت کرده‌اند. در مقابل، شرکت دیزنی بارها تاکید کرده که به حقوق کارکنان احترام می‌گذارد و در حال بهبود شرایط کاری در همه بخش‌ها است. با این حال، شنیدن صدای افرادی که در خط مقدم این امپراتوری سرگرمی قرار دارند، می‌تواند نگاهی انسانی‌تر به این قول رسانه‌ای بیفکند. دیزنی محصولاتش را در ده‌ها کشور منتشر می‌کند و این یعنی تطبیق محتوا با فرهنگ‌ها، زبان‌ها و قوانین متفاوت. در این فرایند برخی صحنه‌ها حذف، تغییر یا دوبله متفاوت پیدا می‌کنند. منتقدان این روند را نوعی همکاری با سانسور می‌دانند، در حالی که شرکت‌ها از آن با عنوان بومی‌سازی محتوا یاد می‌کنند. آیا تغییر یک صحنه برای انتشار در بازار دیگر به معنای قربانی کردن پیام اثر است یا بخشی از واقعیت تولید جهانی؟ پاسخ این پرسش به زاویه دید ما بستگی دارد. دیزنی بخش بزرگی از خاطرات کودکی ما را ساخته است. داستان‌هایی که به ما امید دادند، ماجراجویی آموختند و لبخند به لبانمان آوردند. اما حالا که بزرگتر شده ایم، شاید وقت آن است که همان داستان‌ها را با دیدی کاملتر ببینیم. پرسشگری دشمن لذت بردن نیست، بلکه آن را عمیق‌تر می‌کند. ما می‌توانیم همچنان از قصه‌ها لذت ببریم، اما با آگاهی از زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی آنها. شاید حقیقت به تلخی یک سیب زهرآلود نباشد، اما دانستن آن بخشی از رشد ماست.